و هر کس همون نظر به مو رسم و رواج قوم خود رفتار میکنه. بعضی ها هستن که مثلا دخترها را خیلی در سن خورد یا سنهای 15-16 سالگی عروسی میکنن، چرا که میگن ما همین رسم و رواج ماست که نه دختر عزیز زیادتر اگه در خانه باشه بر ما عیب است. ولی باز بعضی ها هستن میگن نه، دختر باید همون سند چی خود نوجوانی خود طی کنه، باید ادامه تحصیل بده. درست است، ما بعضی کسا هستن به بهانه شیربها تویانه میگیرن، ولی نه خیر، او درست نیست. اگر به بهانه شیربها هم میگیرن یک چیز کمه، شیربها گفته دیگه، ولی متاسفانه که مثلا 4 لک 5 لک میگیرن به بهانه شیربها. خب این خشونت‌های خانوادگی علیه زنان باید کاملا از بین بره، چی زنان باشه چی دختران باشه، چون ما هم آدم هستیم، حق زندگی کردن داریم.